اگه میخوای بچت خوب رشد کنه، آبگوشت. اگر میخوای سالمند دچار ضعف بدنی نشه، آبگوشت. اگه ورزشکار نیستی ولی میخوای عضلات خوبی داشته باشی، آبگوشت. اگر ورزشکار هستی، آبگوشت. اگر نمیخوای پوکی استخوان بگیری، آبگوشت. اگر میخوای ریزمغذی‌های گوسفند به بدنت برسه، آبگوشت. اگر میخوای سیستم گوارشت خوب کار کنه و اخلاط اضافی دفع بشه و یبوست نگیری، آبگوشت. اگر گوشت رو با استخوانش بندازید و 5-6 ساعت بذارید بجوشه، تمام عصاره طبیعت از خاک اومدن توی بدن گوسفند، توی استخوان‌های گوسفند پر از کلسیم هست، پر از آهن، پر از مواد مغذی، آرام آرام وارد آبگوشت میشه و شما با میل کردن اون تمام این عصاره رو به بدن خودتون میرسونید. از زمانی که آبگوشت رو کنار گذاشتیم، پوکی استخوان‌ها فراوان شده. حالا دوست نداشتی آبگوشت نخور.